برید گناباد، برید بپرسید توی گلزار شهدا قبر یه بچه افغانستانیه، شاگرد خیاطی بوده. اون آقایی که مسئول بود توی کمک‌های جبهه خودش به من گفت آج آقا پول هر چی پول در آورده بود داد به من، گفت اینا رو کمک کن برای جبهه و اینو. من رفت منطقه بسیجی شد، رفت منطقه چی میگن داوطلبانه، میگفت من پولو ندادم. گفتم گناه داره این همه اینجا بدبخت کار کرده برمیگرده. میگفت یه دفعه که برگشت بهش گفتم من این پولو ندادم و اینو نگه داشتم برات، تو حالا تو جویه چی؟ گفت آقا چرا این کارو میکنی؟ میگم کمک کن به جبهه، کمک کن آقا، جنگه دیگه، منم تو این مملکت زندگی کردم، نمک اینا رو خوردم، کمک کن من هر چی دارم. میگم عملیات بعدی این بنده خدا رفت شهید شد، جنازه‌شو آوردن آقا هیچ کیو نداشت تو گناباد، مردم گناباد جمع میشن همه انگار بچه‌شونه.